بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوار هستم که پنجمین روز ماه مبارک رمضان که در حال به پایان رسیدن و به مغرب نزدیک می شویم، روزهای گذشته ماه مبارک رمضان را در طاعات و عبادت الله متعال سپری کرده باشید و انشاءالله روزهای آینده این ماه را نیز غنیمت دانسته و از این فرصتهای طلایی بهترین و بیشترین بهره برداری کنیم. باز هم با برنامه لحظه های آسمانی خدمت شما عزیزان هستیم. البته مفتخر هستم که در این قسمتی از برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری را کنار خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب مولانا انصاری تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار استاد رحیمی عزیز و خدمت همه صائمین ماه مبارک رمضان عرض سلام و ادب و احترام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، بدون شک شب گذشته در تمام مسجدهای جهان اسلام که ختم قرآن کریم جریان داره، غالباً قاریان محترم ما جزء پنجم قرآن کریم را تلاوت کردند در این شب مبارک رمضان. یقینا به این آیه نیز سر خوردند و قاریان ما، کسانی که برای ما نمازهای تراویح را میخوانند و ختم میکنند، آیه‌ای که در جزء پنجم قرآن کریم میآید، الله متعال میفرماید و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. بر هیچ مؤمن، بر هیچ مسلمان جایز نیست، حلال نیست که یک مسلمان دیگر را به قتل برساند و از بین ببرد و بکشد. اما متاسفانه فتنه هایی که در کشور عزیز ما افغانستان سرازیر شده است، امروز صبح در این روز مبارک رمضان و در هنگام روزه تعداد زیادی از هموطنان عزیز و روزه‌دار ما قربانی یک حادثه خونین شدند که تعداد قربانی ها به 100 میرسد و یا بیشتر از آن و مجروحین چند صد مجروح داشته این حادثه خونین. بدون شک این فتنه هست. هر آنچه که امروز در افغانستان از این قبیل حوادث خونین رخ میدهد و از ملت عزیز و شریف افغانستان قربانی میگیرد، این فتنه است که صحبت کردن در مورد از این واقعا مشکل هست، سخت هست. از مسئولین افغانستان فقط مثل همیشه آمدن و گفتن این حادثه را با شدت محکوم میکنیم و ما هم در غم خانواده های ماتم زده و غم زده سهیم و شریک هستیم. وقتی که مسئولین ما فقط با همین کلمات روتینی که عادتشان شده است بعد از هر حادثه میآیند بیشرمانه این کلمات را ادا میکنند و میروند و در قبال این ملت مظلوم هیچ نوع مسئولیت پذیری صورت نمیگیرد و هیچ معلوم نیست کی میآید، کی میکشد و چرا میکشد. کسانی که میکشند آنها نمیدانند چرا میکشند و کسانی که کشته میشوند نمیدانند چرا کشته شدند. جز الله فعلا کسی نداریم که ما به او رجوع بکنیم و در این ماه مبارک رمضان از الله متعال دعا بکنیم که خدایا به آنچه که سفها و بیعقلان و بیخردان ما انجام داد ما را به عذاب خود گرفتار نکن. واقعا این عذابی است که جز با توبه و انابت و رجوع به سوی الله متعال هیچ چاره نداریم. واقعا حادثه خونینی بود. خداوند متعال برای قربانیان این حادثه مغفرت کند و ایشان را در جنت الفردوس جا دهد و برای مجروحان این حادثه از الله متعال شفای کامل و عاجل می‌خواهیم. موضوع این قسمت از برنامه لحظه های آسمانی محبت الله در قرآن کریم هست. جناب مولانا، میشه برای ما در مورد محبت الله در قرآن کریم شاید ما میتونیم که دو بخش تقسیم بکنیم. یکی
الله متعال که ها را از بندگانش دوست دارد و دوم اینکه کدام بنده ها الله متعال را دوست دارند. میشه برای ما بگویید که الله متعال چه بندگان خود را دوست دارد تا ما خود را از آن بنده ها بسازیم که الله ما را دوست داشته باشد؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. ما هم به نوبه خود این عمل واقعا و حادثه خونین و دلخراشی که امروز در مرکز افغانستان رخ داد، به نوبه خود این حادثه محکوم میکنم برای کسانی که در این حادثه شهید شدن از الله سبحانه و تعالی جنت الفردوس و برای مجروحین شفای عاجل و کامل میخواهم. ما ارتباط به محبت به الله سبحانه و تعالی میخوایم صحبت کنیم. شاید انسانی که بیای این حادثه و این عمل را انجام بده به زعم خود و فکر خود به این باشه که این عمل مرا به الله میرسانه و این عمل یک عملیه که محبت به الله سبحانه و تعالی، اما چنین نیست. جهاد از خود شرایطی داره. ما نمیگیم که علیه کفار نجنگ، ما نمیگیم که با کفار مبارزه نداشته باش، اما به چنین حادثه‌ای که رخ میده که بیش از 60 نفر کشته داره و بیش از 100 نفر زخمی داره، اینها همه کسانی هستند که با فکر روزه، با ذهن روزه و جز صائمین ماه مبارک رمضان که الله سبحانه و تعالی صائمین که از جمله کسانی که الله دوست داره یکی صائمین هست. پس بناهن اشخاصی که در راه جهاد گام برمیدارن، مثل این که ما وقتی به طرف نماز حرکت میکنیم قبل از استادن به نماز به فکر وضو میافتیم بدون شک که باید طهارت داشته باشیم. اشخاصی هم که به نام جهاد و به راه جهاد روان میشن باید قبل از او به فکر شروط جهاد و به فکر آداب جهاد و مسائل جهاد و بحث فقه جهاد رو بفهمن و بدانن. نکته دیگری که میخوام برای عزیزان همونطوری که شما اشاره کردیم، این قضایا یک فتنه هست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر که اون قوم خود را تغییر بدهند. تغییرات زیاد آمده امروز در افغانستان، مشاکل زیاده، گناهان بالاخره عظیم و بزرگی، از رشوت گرفته تا سود گرفته تا قمار گرفته و این مسائلیه که اینها عذاب الهی دعوت میکنه. و حتی شما ببینیم که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عیسی ابن مریم. وقتی الله سبحانه و تعالی بر لسان پیامبر خود یک قومی لعنت میکنه، اون قوم چی جرمی داشتن که از جانب الله سبحانه و تعالی مورد لعن قرار میگیرن؟ چون امر به معروف و نهی از منکر ترک کرده بودن. پس امیدواریم که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که ما همونطوری که ماه مبارک رمضان ماه رجوع به سوی خدا و به سوی قرآن هست، ما حقیقتا بیاییم محبت حقیقی از لابلای قرآن و احادیث رسول صلی الله علیه و آله جستجو کنیم، چون راه رسیدن به خدا و پیامبر جز این نیست که ما متابع و پیرو واقعی قرآن و سنت بشیم. الله سبحانه و تعالی این حادثات را از کشور ما دور بسازه و الله سبحانه و تعالی سایر مشکلاتی که در وطن هست الله سبحانه و تعالی به برکت ماه مبارک رمضان دور بسازه و در افغانستان یک امنیت سرتاسری عنایت بفرماید. پیرامون محبت به الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان، اگر شما از دین الله برگردید، شما پشت به طرف احکام الله سبحانه و تعالی و به طرف دین الله سبحانه و تعالی اقوال رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی مرتد بشید، برگردید، یعنی مرتد شوید. بله. من یرتد منکم عن دینه. حالا اینجا دیگه الله سبحانه و تعالی چه کار میکنه؟ فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خداوند قومی میاره که او قوم الله را دوست دارن و الله این قوم را دوست داشته باشه. پس مسئله دوست داشتن و مسئله محبت به الله سبحانه و تعالی. میایم پس به این قضیه که امروز در دنیا ما خیلی گروه و طایفه کم داریم که اونها
به نزد خود و به زعم خود راه محبت به سوی الله نداشته باشند. اگر ببینیم یهودی ها هم الله را دوست دارن، مسیحی ها هم الله را دوست دارن، بودایی ها هم دوست دارن. حتی در بین امت اسلامی خیلی از فرقی که رسول صلی الله علیه و سلم که میفرمایند امت ما 73 گروه میشه و یک گروه ناجی هست و متباقی اهل نار هست. همین 73 گروه که نگاه کنیم همه ادعای محبت به الله سبحانه و تعالی دارن، با انواع مختلف، با شکل‌های مختلف، با طریقه‌های مختلف، با روش‌های مختلف. اما میمونه قضیه اینجا که ما وقتی کسی را دوست داریم و میخوایم به طرف از او حرکت بکنیم، در مسیر ما یک جسر، یک پل هست که باید از بالای او پل عبور کنیم تا به او محبت برسیم، به او مطلوب خود، به او چیزی که در طلب ما هست. الله سبحانه و تعالی به صراحت کامل میفرماید قل بگو ای پیامبر ان کنتم تحبون الله، میخواین که الله شما را دوست بگیره و شما محبوب الله بشیم. خب طبعا هر انسان عاقل میگه بله من دوست دارم الله مرا دوست داشته باشه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، پس از من پیروی کنید. مسئله محبت به نبی کریم صلی الله علیه و سلم، الله سبحانه و تعالی متابعت از نبی کریم صلی الله علیه و سلم است. شما ببینیم وقتی که متابعت از نبی کریم صلی الله علیه و سلم شد، فاتبعونی یحببکم الله، اینجا الله سبحانه و تعالی شما را دوست میگیره، شما دوست الله سبحانه و تعالی میشید. یعنی چی؟ یعنی وقتی نماز میخوانیم، نماز ما باید موافق به رسول صلی الله علیه و سلم باشه. صلوا کما رأیتمونی اصلی. وقتی شما حج میریم، میخوایم که به وسیله این حج شما محبوب الله سبحانه و تعالی بشیم، خذوا عنی مناسککم. این شکل وقتی در جهاد بیرون میشیم، جهاد ما باید موافق به جهاد رسول صلی الله علیه و سلم باشه. یعنی ما در عصر نبی کریم صلی الله علیه و سلم، خلفای راشدین، تربیت یافتگان مکتب اسلام، شما ببینیم که در صدر اسلام در کل غزوات چند نفر بیگناه کشته شده، چند نفر راره و رعیت کشته شده، چند تا طفل کشته شده، چند تا زن. و نسبت اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم با اسرا چی بود؟ اسرایی که اسیر می شدن، صحنه جنگ، دشمن بودن که اگر 10 دقیقه قبل از اسارتشان اسیر نمی شدن، کشته می شدن، یا کشته می شدن یا می کشتن. وقتی اسیر میشن، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر علاوه که اونها را آزاد میکنن، به اونها رحم، شفقت، ترحم، مهربانی. و لحظه ای که رو به طرف جهاد حرکت میکردن، صدا میکردن که متوجه باشید که اطفال و زنها و موسفیدان کشته نشن، به اینها آزار نرسه، به اینها اذیت نرسه. این روش رسول صلی الله علیه و سلم، این محبتی که رسول صلی الله علیه و سلم نسبت به انسانها داشت، نسبت به انسانها، نه این که نسبت به مؤمنین تنها. پس بناهن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. وقتی الله سبحانه تعالی گرفت انسان را به این محبت و اینها، و یغفر لكم ذنوبکم، الله اکبر، گناهان شما مامورزیده میشه، بخشیده میشه. و در این راستا پس بناهن ما وقتی میخوایم که محبوب الله سبحانه و تعالی بشیم، محبوب الله سبحانه و تعالی باشیم، ما باید از طریقه رسول صلی الله علیه و سلم، از راه و روش رسول صلی الله علیه و سلم، از منهج رسول صلی الله علیه و سلم در تمام امور خود باید استفاده بکنیم، خصوصا و بالاخص در امور عبادی. مسئله عبادت یک مسئله توقیفی هست. ما نمیتونیم عبادت را از پیش خود، مسئله سلیقگی نیست که چیزی بیایم از پیش خود جور کنیم و چیز. ما الله سبحانه و تعالی رو دوست داریم، بیایم شبم روزه میگیریم، نمیشه. این محبت نیست. ما الله سبحانه و تعالی رو دوست داریم، امیر روز اول عید که همه مردم روزه ندارن ما روزه میگیریم، درست نیست. الله سبحانه و تعالی چگونه از ما چی میپذیره، چگونه میپذیره؟ شروط قبولیت و پذیرش عبادت دو چیزه، یکی که در رضو اخلاص باشه، بله، یعنی للهیت باشه، در ریا نباشه، بله، دوم متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی در آیات زیاد اشاره میکنه پیرامونی که چی کسانی را الله سبحانه و تعالی دوست داره. اگر شاید برنامه ما و شما اینقدر وقت برای ما و شما نباشه، من نمونتاً اشاره میکنم. الله سبحانه و تعالی انسان هایی که در عدالت قرار دارن، کسی که عدل میکنن، عدالت میکنن، درست،
پادشاه عادلر، انسان عادلر، کسی که در تجارت خود عدالت داره، کسی که در خانواده خود عدالت داره، کسی که در زندگی خود بالاخره به اولاد خود و به همه دوستان خود عدالت داره. الله سبحانه و تعالی اینها را دوست داره. ان الله یحب المقسطین. الله سبحانه و تعالی دوست می‌داره انسان‌های عادلر. پس در قسمت عدالت این خیلی یک باب وسیع هست که اگه ما بخوایم پیرامون عدالت صحبت کنیم، الله سبحانه و تعالی ان الله یأمرکم ان الله یأمر بالعدل والاحسان. الله امر میکنه ما رو به عدل، به عدالت. پادشاه باید عدالت داشته باشه، وزیر باید عدالت داشته باشه، مأمور باید عدالت داشته باشه، سرپرست خانواده باید عدالت داشته باشه، مدیر مکتب و مدرسه هست باید عدالت داشته باشه. مسئله عدالت بسیار مسئله مهمی. پس در اینه که از جمله محبوبان الله سبحانه و تعالی یکی انسانهای عادل هست. درست. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی که بیشتر برمیگرده به ما و شما در ماه مبارک رمضان قرار داریم، الله سبحانه و تعالی توابین و متطهرین، اونهایی که ظاهر و باطن خود را پاک میکنن الله دوست داره. انسانهایی که توبه میکنن، تائب هستن. الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. الله دوست داره توبه کنندگانه. طبعا در این ماه مبارک رمضان هر انسانی توبه میکنه. ماه مبارک رمضان ماه توبه هست. پس هر انسانی که ماه مبارک رمضان روزه میگیره و توبه میکنه، این میشه جز محبوبان الله سبحانه و تعالی. متطهرین اینه که انسان وقتی میگیم ظاهر و باطن خود را پاک بکنه، اولین پاکی قلبه، صفایی قلبه، که انسان فکر بکنه که اگر این قلبمه امراض مختلفه، نعوذ بالله، مثل شرک، مثل ریا، مثل عجب، مثل کینه، بغض، عداوت، دشمنی، این مسائل داخل این سینه نهفته است، اینها باید بیرون ریختانده بشه، پاک بشه و به جایش توحید و یکتاپرستی و محبت و صمیمیت و اینها بیایه، تا اینکه انسان بشه جز محبوبان الله سبحانه و تعالی. که در ماه مبارک رمضان عموما انسانها تلاش میکنن که این طهارت جسمی باشه و طهارت قلبی باشه، طهارت روحی، طهارت فکری، تا اینکه بشه این انسان محبوب الله سبحانه و تعالی. درست. و همچنین الله سبحانه و تعالی انسانهای متقی دوست داره، انسانهایی که تقوا دارن. خود تقوا چیه؟ تقوا همینه که اوامر الله سبحانه و تعالی رو انسان به جا بیاره. درست. و نواهی و او چیزی که الله نهی کرده ترک بکنه. صائمین ماه مبارک رمضان همه متقی هستند. وقت سحر گلاس آب به دسته، لقمه غذا در نزدیک دهنه و مجردی که میشنه الله اکبر، الله از همه بزرگتره، در اینجا این شخص گلاس آب میمانه، امساک صورت میگیره به فرمان کی؟ به فرمان الله سبحانه و تعالی. لحظه افطار نشسته و در انتظار، باز هم سفره آماده است، همه چیز اما نمیخوره. الله اکبر، به فرمان الله افطار. این نشانه تقوا هست، نشانه خدا ترسی هست. پس این انسان الله سبحانه و تعالی دوست میداره. ان الله یحب المتقین. این رمضان آمده، اصلا اصل و اساس رمضان شما ببینیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نتیجه چی؟ لعلکم تتقون، تا اینکه متقی بشیم، پرهیزگار بشیم، شما رو متقی بگردانه. من جناب استاد بزرگوار حقیقتا بالراستی هم که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در حدیث قدسی که الله سبحانه و تعالی میفرماید که الصوم لی، روزه از من هست و انا اجزی به، من جزای روزه‌دار، پاداش روزه‌دار من میدهم. سبحان الله. شما ببینیم یک نفر شاید که روزانه در خانه تک و تنها بمانه، هیچ کس او رو نبینه، بره دروازه یخچال رو باز میکنه، آب سرد رو میگیره، طرفش نگاه میکنه، ولی از ترس الله سبحانه تعالی نمی نوشه. خب این هم لحظه‌ایه که خب شاید که
حتی اگر انسان ها نبینن، شاید که ملکی که همراه از او هست او لحظه رو مشاهده میکنه. اما بعضی وقت به یک فکر میافتم که هر انسانی در روز چند مرتبه وضو میسازه، آب بر دهن میکنه در حال مزمزه هست، آب بر دهن میگذاره، سخت احتیاط میکنه که قطره ای از حلقوم فرو نره. این در اینجا چگونه سربازیه که او را متوجه میسازه؟ شخص اگر بخواه که حتی اون ملکی هم که همراهیان نفهمن، از امون آب میتونه نصف قرد کنه، نصف بیرون بندازه. جز الله سبحانه و تعالی این لحظه دیگه هیچ کس نمیدانه که چقدر آب به دهن رفت و چقدر آب بیرون شد. سخت احتیاط میکنه این بنده در این حالت. پس این نشانه تقوا است. ان الله یحب المتقین. الله سبحانه و تعالی دوست داره این انسانهای متقین. الله سبحانه و تعالی دوست داره انسانهای پرهیزگار. الله سبحانه و تعالی دوست داره صائمین ماه مبارک رمضان. از جمله کسانی که الله سبحانه و تعالی دوست داره، بازم برمیگردیم به صائمین، صابرین را الله دوست داره. صابرین، صبر. وقتی ما میگیم صبر، خود همین روزه صبر میخواه. شما تشنه میشیم باید صبر کنیم، گرسنه میشیم صبر کنیم. وقتی برای شما میل و تقاضای بالاخره مسائل جنسی پیدا میشه، حتی همسر کنار انسان نشسته هست ولی صبر میکنیم. در ماه مبارک رمضان میخوایم که یک کسی میاد شما را عصبانی میکنه، میخوایم شما عصبانی شیم، یاد شما میاد من روزه دارم، صبر میکنیم، عصبانی نمیشیم. در ماه مبارک رمضان در جای نشسته ایم، میبینیم که بسیار محفل گرم، بالاخره میخواد با غیبت و با اینها گرم بشه، فوراً شما محفل رو ترک میکنیم، صبر میکنیم بر مقابل بالاخره این خواهشاتی که نفس داره، بیا غیبت بکن، بیا محفل مجلس و بالاخره ساعت رو تطیر میشه. به هر حال صابرین الله سبحانه و تعالی دوست داره. ان الله یحب الصابرین والله یحب الصابرین. الله سبحانه و تعالی صابرین رو دوست داره. که امیدوارم که عزیزانی که به این حادثه امروزی و سایر حادثات عزیز خود را از دست دادن صبر کنن. پاداش صابرین اول اینه که الله دوست داره صابرین، و نکته دیگر اینه که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پاداش صابرین بی حسابه. الله سبحانه و تعالی میدانه که چقدر هست، چون شخص صابر شده محبوب الله سبحانه و تعالی، دوست الله سبحانه و تعالی. و الله سبحانه و تعالی صابرین در قرآن به چندین جا تعریف کرده، توصیف کرده، وصف صابرین بیان کرده که اونها از صبر و همچنین ارتباط به اشخاصی که الله سبحانه و تعالی دوست داره متوکلینه، انسان‌هایی که توکل به الله سبحانه و تعالی دارن. بازم این شخصی که در ماه مبارک رمضان حال خود را از اکل و شرب باز داشته، گرسنه، تشنه، با لبهای خشکیده، با این روزهای طولانی، خب چرا این کار رو میکنه؟ چون توکل با الله و ذاتی کرده که میفهمه ثمره و نتیجه این رمضان نه تنها در دنیا، در روز قیامت، در روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، روزی که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این روزه و این صوم و صیام و قیام من در روز قیامت، در آن روزی که الله سبحانه و تعالی صدا میکنه این الصائمون، کجا هستن صائمین؟ کجا هستن اونهایی که صبر کردن، اونهایی که توکل کردن، توکل اینا با من بوده؟ کجا هستن؟ دست بلند کنن و برخیزن و پاداش اونها از اون دروازه مخصوصی که برای از اونها ساخته شده که به نام باب الریان، مخصوص فقط باب صائمین هست، از این باب داخل جنت الفردوس و جنت المأوا و جنت الله سبحانه و تعالی باشن. پس از جمله محبوبان الله سبحانه و تعالی متوکلین هست. درست. و همچنین الله سبحانه و تعالی کسانی که دوست داره، آنهایی که
متواضعن، تواضع دارن. اختیار میکنن. چون وقتی که در قرآن ما میخوانیم از آیاتی که عکس قضیه نشان میده میدانیم که الله متواضعین را دوست داره. مثلا در چندین آیات میآیه که ان الله لا يحب المستكبرین. الله دوست نداره انسانهای متکبر، الله دوست نداره انسانهایی که با کبر و غرور میگردن. الله سبحانه و تعالی دوست نداره انسانهایی که در کبر و غرور زندگی میکنن. و از این معلوم میشه پس چه کسانی رو دوست داره؟ کسانی که تواضع میکنن، کسانی که در حال عجز و عاجزی و تواضع و فروتنی. اصلا خود مؤمنین را الله سبحانه و تعالی وقتی که توصیف میکنه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خود خاشع تواضع هست، تواضع قلبی باشه، تواضع ظاهری و جسمی و اینها. تشکر. سلامت باشین جناب مولانا ناصر انصاری. البته با این صفات اگر بریم، خداوند راستگویان را هم دوست می‌داره. خداوند کسانی که شما گفتین عاجزی میکنن، تواضع میکنن، اونا را هم الله متعال دوست می‌داره. کسایی که نیکی میکنن، محسنین را هم خداوند دوست می‌داره. یعنی آیات فراوانی هست که خداوند که ها را دوست می‌داره. اما این که الله متعال که ها را دوست می‌داره یک طرف قضیه است. که ها الله را دوست می‌دارن. شما گفتن که ادعای محبت را یهود هم میکنن، نصارا هم کردن، 73 فرقه امت اسلامی هم این ادعا را داره. مهمی است که ادعا خود زیاد است، اما کی محبت واقعی داره، کی الله را در حقیقت دوست داره؟ بریم به سراغ یک میان برنامه برگردیم روی این موضوع ان شاء الله. بیننده های عزیز، میان برنامه یک کوتاه را میگیریم و با ادامه موضوعمان برمیگردیم. با ما باشید. خداوندا توی پروردگارم، همه از توست یا رب هرچه دارم. اگر عمری به سجده سر گذارم، نگردد شکر یک لطفی برارم. به داد ما ز گمراهی رسیدی، و ما را بر هدایت ره نمودی. همه محتاج تو بی نیازی، ندانم از تو دیگر چاره سازی. تو را خوانم که دانم می توانی، و نزدیک تر به من از شهرگانی. فقط عالم تویی از علم غیبی، که ذاتی کامل و بی نقص و عیبی. تویی یکتا ترین یکتای پاکم، گواه ذات تو هر ذره خاکم. همه از هر نژاد و رنگ و دینی، تو را دانند که رب العالمینی. ولی دست نیاز بر غیر آرند، و نام خود مسلمان هم گذارند. بخوانند بر ندا صدها خدا را، ز جمله انبیا و اولیا را. رسولان خود گدای ذات پاکند، ائمه ناتوان در زیر خاکند. ائمه ناتوان
در زیر خاکند. اگر عمری ز وی فریاد خوانی، ندارد بر جواب تو توانی. ائمه اصبعی از حق پرستند، که جز یکتای پاک حاجت نجستند. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. اگر حاجت ز کس جز او نجستی، مبارک بر تو باد یکتا پرستی. مبارک بر تو باد یکتا پرستی. خدایی کو همیشه زنده باشد، فراتر از گمان بخشنده باشد. بیا دست طلب سوی خدا کن، چراغ خود حدیث مصطفی کن. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با برنامه لحظه های آسمانی خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع محبت الله متعال در قرآن. جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در مورد اینکه الله متعال کدام نوع از بندگان خود را دوست می‌دارد به آیات متعدد قرآن کریم اشاره کردند که الله متعال مقسطین، کسانی که عدل و انصاف می‌کنند آنها را دوست می‌دارد. هر کس در هر پست و منصبی که هست باید بالای رعیت خود، بالای کسایی که زیر دست او هستند عدالت و انصاف را مراعات بکنند. اگر او شاه است، امام هست، اگر او امیری هست، مدیری مکتب و یا مدرسی هست و یا سرپرست خانواده هست، پدر خانواده هست، عدل و انصاف را مراعات بکنند. و همچنان گفتند که الله متعال متقین، پرهیزگاران، کسانی که تقوا پیشه میکنند را دوست می‌دارد. ماه مبارک رمضان که ماه تقواست، چون روزه یکی از ارکان اسلامی و یکی از بزرگترین عباداتی هست که الله متعال در مورد علت وجوب و علت فرض شدن روزه میگوید لعلکم تتقون، روزه بر شما فرض شده است تا شما تقوا پیشه کنید. وقتی که روزی ما بر ما تقوا داد، ما متقی شدیم، یعنی خداوند ما را دوست می‌دارد. و آیات دیگه اشاره کردن که الله متعال چه نوع از بندگان خود را دوست می‌دارد. جناب مولانا قبل از اینکه بریم در مورد این که ها در ادعای محبت الله متعال صادق هستند و واقعا الله متعال را دوست می‌دارند، با این آیاتی که شما اشاره کردین که الله متعال این بندگان خود را دوست می‌دارد، پس دوست داشتن هم از صفات الله متعال هست طبعا، که یعنی الله متعال ذاتی هست که دوست می‌دارد. یعنی دوست داشتن در ذات الله متعال نقص نیست، مثل که ما انسان ها یکدیگر را دوست می‌داریم، همین الله متعال دوست می‌دارد. بدون شک محبت صفتی از صفتهای الله سبحانه و تعالی در قرآن و در احادیث رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که خود این گفته شده که ان الله یحب، بحث محبت. اما صفات الله سبحانه و تعالی مثل صفات مخلوق نیست. درست. محبت الله سبحانه و تعالی مثل محبت مخلوق نیست، به خاطر اینکه الله سبحانه و تعالی در قرآن اشاره میکنه لیس کمثلی شیء و هو السمیع البصیر. نباید که ما صفات مخلوق قیاس بکنیم به صفات الله سبحانه و تعالی و صفات الله سبحانه و تعالی. صفات الله سبحانه و تعالی کامل هست. الله سبحانه و تعالی در آن واحد
یعنی در یک لحظه، در یک چشم زدن با عده‌ای از بندگان خود محبت داره، با عده‌ای از بندگان خود غضب میکنه، چون غضب هم صفتی از صفتهای پروردگار هست. و اگر ایر بخوایم که فکر کنیم که مثل محبت بشر، نخیر چنین نیست. لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر. درست. تشکر. سلامت باشید جناب مولانا صاحب. قبلا هم شما گفتین که یهود، نصارا، حتی دیگر ادیان دیگری که خود را منسوب به یکی از دیانت ها میکنن و حتی مسلمان ها که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که امت من به 73 گروه تقسیم میشه و یک گروه به بهشت میره و بقیه در جهنم میروند. تمامی این گروه های اسلامی ادعای محبت با الله را دارند که ما الله را دوست داریم. شاید تعداد کارهای ناشایست را هم انجام بده، اما به این زعم و به این فکر که ما الله را دوست می‌داریم. میشه برای ما بگوییم که کیها در این ادعایشان راست هستند؟ ما کیها را بگوییم که واقعا فلان الله را دوست می‌دارد و فلانی در ادعای محبتش دروغ میگوید و الله را دوست نمی‌دارد؟ همون دوری که در بدایت ببخشید تا ما هم متاسفانه از مدعین دروغین محبت الله متعال خودمان نشویم. اولا همون دوری که در بدایت صحبت اشاره شد آیه مبارکه که در سوره آل عمران هست، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این کاملا انسان را متوجه میسازه که آیا من از جمله محبوبان الله هستم یا نیستم. درست. اینجا شخصی که روزه میگیره نگاه کنه که این روزه من موافق به دستورات اسلام هست یا نیست. اگر موافق به دستورات اسلام بود، این شخص هست جز محبوبان الله سبحانه و تعالی. درست. نماز میخوانه، نماز ما موافق به شریعت، موافق به سنت رسول صلی الله علیه وسلم هست یا نیست. اگر موافقت و متابعت از رسول صلی الله علیه وسلم بود و در رسول للهیت و اخلاص بود، این شخص از جمله محبوبان الله سبحانه و تعالی، از جمله محبان واقعی الله سبحانه و تعالی هست. شما ببینیم وقتی که ما بحث از محبت میگیم، خب بیاییم به خاطر نمونه از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم ببینیم که اصحاب چگونه با الله محبت داشتن. محبت اینا مثلا شأن نزول آیه مبارکه که من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، یکی از صحابه میآیه در محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، نشسته هست و طرف رسول الله نگاه میکنه، رنگ زرد و لاغر و پریده و بسیار غم و اندوه سر و پای از این صحابه گرفته. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از او پرسان میکنن که چی مشکل داری؟ چی غم داری؟ به یه حالت پریشان و نگرانی و اینها. میگه یا رسول الله من یک غم دارم که او غم مر به یه حالت رسانده. خب او چی غم هست؟ آیا مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، خانوادگی، فرهنگی؟ نه یا رسول الله، من وقتی که نگاه میکنم مقام و منزلت شما و نگاه میکنم به جایگاه خود، وقتی از دنیا میریم دیگه ما از هم جدا میشیم. شما به یک مقام بسیار بالا و والای در جنت و من در جنت شاید مقام پایینتری داشته باشم و شما را نبینم. امی غم فراق شما در آخرت مر به حالت رسانده. الله اکبر. این نشانه محبت به خدا و رسول. و او صحابه رسول صلی الله علیه و سلم چرا دوست داره؟ چون رسول الله هستن، رسول خدا هستن. نمیره این حرف برای حتی عموی رسول الله نمیگه، نمیره بالاخره به اشخاص دیگری نمیگه، به رسول صلی الله علیه و سلم. من یطع الرسول فقد اطاع الله. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. صحابه اینها را میفهمیدن. رسول صلی الله علیه و سلم به فکر که با این چی جواب بدن، چی بگوین، که این آیه مبارکه نازل میشه که من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. قبل از او که الله سبحانه و تعالی معا اشاره میشه که کسی که در این
محبت به خدا و رسول چنین باشه، الله سبحانه و تعالی روز قیامت اونجا فکر میکنم این آیات و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و من یطع الله و الرسول اونجا فاولئک مع موضوع الذین اطاعت از پیامبر مطرح میشه، از خدا و از خدا و پیامبر پیامبر مطرح میشه. من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. الله اکبر. پس متابعت و اطاعت از خدا و رسول انسان همراه و همگام میگردانه با شهدا و با صالحین و با اینها. محبت به الله سبحانه و تعالی از شاگردان تربیت یافتگان مکتب اسلام و قرآن، الان ما فرمودی شما که گفتیم همه ادعا میکنن، بله. منظور اینه که به پای عمل انسان. بله، ما باید بفهمیم که در ادعا حذیفه ابن یمان یا بعضی از عبدالله ابن حذافه اشاره میکنن. این صحابه جلیل القدر رسول صلی الله علیه و سلم وقتی اسیر میشه در چنگ به دست رومیان، خب داستان و قصهش طولانیه، همینه که اگر هر قدر بری از عبدالله ابن حذافه هر قدر بری از او دنیا را مطرح میکنن، هر قدر بری از او سرمایه مطرح میکنن که تو بیا و بالاخره در لشکر رومیان و در کنار ما، او قبول نمیکنه تا مرحله‌ای که عذاب‌های گوناگونی او میدن، شکنجه‌های گوناگونی، تا اینکه به مرحله میرسه که دیگ‌های آب جوش گذاشته هست و عبدالله ابن حذافه میارن طرف دیگ آب جوش که او رو با آب جوش بیاندازن و در این حالت وقتی در مسیر راه او میبرن اشک میریزه، اشکای مبارک عبدالله ابن حذافه میریزه. و بعد سربازان روم، پادشاه روم خبر میدن به پادشاه که عبدالله ابن حذافه گریه میکنه، شاید ترسیده باشه و حالی کافر شوه. بله. او وقتی که حاضر میکنن که خب همین قبل از این که اشک میریختی خب میگفتی که ما تو رو اخذر شکنجه دیگر و بالاخره عذاب دیگر، چرا گریه میکنی؟ گفت گریه من از اینیه که من در این لحظه در این آب جوش میافتم، گریه من از اینه که ربی که اینقدر با من محبت داره و دوستی و مر پذیرفته، با پاداش این همه نعمت الهی عبدالله ابن حذافه یک جان داره که در داخل این آب جوش میده. الله اکبر. کاش برای من 100 جان می بود که هر لحظه بر طبق اخلاص می گذاشتم تقدیم الله سبحانه و تعالی. الله اکبر. اینجا پادشاه تعجب میکنه که عجب محبتی، عجب سربازانی، این سر تا پا وجود عبدالله ابن حذافه محبت الله سبحانه و تعالی گرفته بوده، محبت رسول صلی الله علیه و سلم. به اینه که میگه تو فقط کاری بکن که تو را آزاد میکنم، فقط پیشانی مرا ببوس و آزاد هستی. عبدالله ابن حذافه میگه به یک شرط میبوسم که این 400 نفر اسیری که از مسلمان ها پیش تو هست اینا را آزاد کن. الله اکبر. وقتی که او پادشاه قبول میکنه و این پیشانی کافر میبوسه و طرف مدینه حرکت میکنه و اسرا هم آزاد میشن، از محل جنگ یعنی روم و بالاخره رو به طرف مدینه منوره تا مدینه منوره گریه میکنه که خدایا من پیشانی دشمن تو را بوسیدم، نشه که با این که من پیشانی دشمن تو را بوسیده باشم بین من و تو محبت کم شده باشه، قطع شده باشه. سیدنا عمر وقتی میشنه و از این جریان و به استقبال میآیه و میگه پیشانی عبدالله ابن حذافه باید هر کدام بوسید، سیدنا عمر اول میبوسه و دیگه سایر صحابه میبوسن تا اینکه عبدالله ابن حذافه مطمئن بشه که نه ارتباط تو و محبت تو با الله سبحانه و تعالی قطع نشده. این نشانه که 400 اسیر آزاد کردی یه خودش قربانی بود. این نشانه محبت با الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان وقتی اشاره میکنه مسئله محبت، مسئله لطف و انعاماتی که الله سبحانه و تعالی به بندگان خود کرده. ما جناب استاد بزرگوار به یاد یک داستانی افتادم که الله سبحانه و تعالی وقتی که بندگان دوست داره و محبت داره به اینه که میگه شخص بازار رفت که یک غلام بخره، با دید که در یک گوشه یک غلام استاده هست و هیچ کس طرف از او نگاه نمیکنه. گفتن که این غلام چرا کسی نمیخره؟ گفتن این غلام ساده هست،
یک غلام ساده، یک بیچاره بالاخره عبداله، هیچ عقل و فکر از او کار نمیکنه، هوشیار و ذکی نیست، هوشیار و ذکی و اینها نیست. باز دید که قیمت از ارزان هست و بالاخره این را خرید و برد. شب این شخص در حال استراحت بود، این غلام برخاست و روی جای نماز و رو به طرف قبله و شروع کرد به نماز و بعد از نماز دست به دعا بالا کرد، شروع کرد به دعا، یا الله محبتی که تو به من داری این مشکل را حل بکن، یا الله محبتی که تو به من داری این مشکل را حل بکن. این مولای این سر از او جایی که استراحت بود برداشت و گفت راستی هم که تو غلام ساده هستی، تو این از سادگی حرف میزنی، تو بگو که یا الله با محبتی که من به تو دارم تو چی خبر داری که الله به تو محبت داره؟ تو میگی یا الله محبتی که تو به من داری، بگو محبتی که من. این غلام یک خنده کرد، گفت اگر الله به من محبت نمیداشت من مشغول راز و نیاز نمیکرد و اگر به تو محبت میداشت تو را بالاخره به عبادت در این حالت مصروف به عبادت میشدی و خواب نمیشدی. پس اشخاصی که الله توفیق عبادت داده، الله توفیق روزه گرفتن داده، توفیق تلاوت داده، توفیق قیام داده، توفیق بالاخره متابعت از رسول الله، توفیق اخلاق داده، توفیق بالاخره خوبی داده، توفیق صدقه دادن داده. همین توفیقات الله نشانه است که الله به این بندگان خود محبت داره و محبت الله سبحانه و تعالی چنان هست که الله سبحانه و تعالی همه ما و شما جز محبوبان خیش بگردانه. آمین. روزی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم از جای عبور میکنن، یک زنی در حال پختن نون هست و طفلکی در کنار از او هست. رسول الله رو به طرف صحابه میکنن صلی الله علیه و سلم، میفرمایند میگن آیا این مادر این طفل خود را میندازه به همین آتش تنور؟ گفتن نه یا رسول الله. گفتن نه میتونه چقدر دل میشه بندازه؟ گفتن نه. فرمودن که الله سبحانه و تعالی بندگان خود را خیلی بیشتر از این مادر نسبت به این طفل که محبت داره، الله بیشتر از این مادر محبت داره نسبت به بندگان خود. پس اللهی که همه نعمت را به ما داده، نعمت اسلام، قرآن، تندرستی، صحت، عافیت، عقل، فکر، هوش، همه اینها الله سبحانه و تعالی بندگان خود را دوست داره که 1,24,000 پیامبر کم و بیش فرستاده. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بندگان خوبی بشیم و با او ارتباط برقرار کنیم. من مثال بسیار ساده بیان میکنم. شاگردانی در مدرسه درس میخوانند، معلم میآیه بعد از اینکه 1 سال کامل درس خوانده، وقت امتحان ها هست، وقت سر امتحان ها میآیه پارچه و ورقه امتحان رو میده دست شاگرد و بعد کتاب هم میده، میگه این کتابی هم که از سر سال ابتدای سال تا انتها تا الان به تو خواندم، سوالا از داخل این کتاب هست و این هم کتاب و خود معلم هم استاده میشه، میگه هر جا سوال رو نفهمیدی، جواب رو نفهمیدی، من در خدمت تو که به تو بیان کنم، پارچه رو بنویس. 1 ساعت 2 ساعت بالاخره وقت داری. حالا اگر این شاگرد این پارچه سفید بده، تقصیر از کی هست؟ پاکون بسیار بزرگی هم میده معلم، هر جا را هم اشتباه نوشتی پاک بکن، حذف بکن و دوباره بنویس. الله سبحانه و تعالی در روز الستو بربکم که در قرآن میگه، گفت الستو بربکم قالوا بلا، آیا پروردگار شما نیستم؟ بله هستی. ما در دنیا آورد، شاید او روز از یاد ما رفته باشه، انبیار فرستاد که به یاد ما بدن. یا ایها الناس اعبدوا الله و الى مدین اخاهم شعیب قال یا قوم اعبدوا الله و الى ثمود اخاهم صالح قال یا قوم اعبدوا، همه انبیا علیهم السلام یا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله. منظور از عبادت چیه؟ یعنی محبت بین شما و الله برقرار بشه. در دنیا انبیار فرستاد، قرآن فرستاد به خاطر عبادت. خب با همه این خب تقصیر می آیه، دروغ می آیه، غیبت میشه.
خدای نخواسته گناهان صغیره و کبیره انجام میشه، اینجا الله سبحانه و تعالی پاکون بسیار بزرگ که توبه هست. الله اکبر. ان الله یحب التوابین. این بسیار مسئله مهمیه جناب استاد بزرگوار. شما در دنیا وقتی بین انسان ها از یک مثلا اولاد نسبت به پدر یک اشتباه خطای و لغزش میشه، پدر میگه برو تو رو بخشیدم، اما شاید محبت نداشته باشه نسبت به اولاد خود، بخشیده. دو برادر با هم دیگر دعوا میکنن، میگه بخشیدم اور، ولی شاید در دل ایت محبت چی. الله سبحانه و تعالی چی ذات عظیم و بزرگی که نعمت را الله داده، رزق و روزی را الله داده، صحت را الله داده، تمام نعمت ها از الله هست، انسان میره نافرمانی میکنه. با همه نافرمانی بر علاوه که توبه میپذیره، بر علاوه که توبه میپذیره، در آیه الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه نه این که گناهان را بخشیدم، بلکه سیئات شما را تبدیل به چی میکنم؟ نیکی ها. به نیکی ها و به حسنات میکنم. این محبت الله سبحانه و تعالی. پس بناهن وقتی الله ما را اینقدر دوست داره و ما هم وقتی میگیم ما الله را دوست داریم، باید که علامت و نشانه های محبت در زندگی ما، در وجود ما، در اینها باید باشه. ما باید بفهمیم که الله سبحانه و تعالی این قرآن را به چی واسطه فرستاده، هدف از نزول قرآن چیست. چند ما قرآن میخوانیم، وقتی ما الله سبحانه و تعالی کسی دوست داریم وقتی در مجلس از او می نشینیم دل نمیشیم که این لحظات تمام بشه، چون دوست داریم میگیم او صحبت کنه و ما صحبت کنم. از طرف دوست خطی میآیه، نامه میآیه، دوست داریم هر لحظه ایر بخونیم، چندین مرتبه بخونیم، حتی اگر با لغت مختلف باشه. یک بهترین دوست شما به شما به یک لغت نامه روان کنه که شما اون لغت رو نفهمیم، دنبال 10 تا ترجمان میگردیم، زر و زیر. شاید به یکی نشان بدیم دل شما بگرده که این ترجمان شاید درست ترجمه نکرده، میریم پیش ترجمان دیگر. وقتی ما میگیم الله رو دوست داریم، به حضور پروردگار به نماز که استاده میشیم، نباید احساس خستگی داشته باشیم. حضور پروردگار، حرف زدن با الله به مقابل ذات اقدس الهی. وقتی قرآن تلاوت میکنیم، این تلاوت قرآن نباید لحظه برای ما خستگی ایجاد بکنه. بزرگان دین خصوصا سیدنا عثمان رضی الله عنه وقتی که با کار دنیا که مشغول می شدن، درست لحظاتی می خواستن که راحت بشن. همین راحتی را از کجا پیدا می کردن؟ از تلاوت قرآن. گفتن تلاوت قرآن داشته باشین که راحت بشیم. استراحت بزرگان دین، حتی از امام شافعی رحمت الله علیه از بزرگان دین نقل هست که در تدریس و در تعلیم و تعلم و تألیف و اینها وقتی زیاد مصروف بودن، باز لحظات را اختصاص میدادن به استراحت و به تفریح، یعنی به راحتی وجود خود، ذهن و فکر خود. او لحظات را اختصاص به تلاوت قرآن میدادن. نیم ساعت قرآن تلاوت میکردن، باز میگفتن راحت نشید میشدن و سرحال میشدن. پس بناهن هر انسانی که به نماز استاده شد، از نماز خود لذت برد، جز محبوبان الله سبحانه تعالی هست. تلاوت قرآن کرد. این که قرآن وقتی گفته میشه شما قرآن رو با تفکر و تدبر بخوانیم، دوستان الله وقتی قرآن رو با تفکر و تدبر میخوانن، هر جا میبینیم که عامل هستیم الحمدلله، هر جا میبینیم که اگر کوتاهی شده استغفر الله، هر جایی که میبینیم که نمیفهمیم نمیدانیم مراجعه کنیم به متخصص قرآن، به عالم قرآن، به مفسر قرآن که من اینجا رو نفهمیدم، این را ندانستم، و در این راستا ما میشیم آن وقت جز محبوبان الله سبحانه و تعالی. انشاءالله. جزاکم الله خیرا. جناب مولانا، صحابی که فکر میکنم امام بود، امام کدام مسجدی بود در کجایی که در هر نماز بعد از سوره فاتحه سوره دیگه میخواند و باز سوره اخلاص میخواند و قومیاش آمدن مقتدیش پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت کردن که همیشه در هر رکعت هر جای از قرآن که میخونه بعد از او در آخر سوره اخلاص هم میخونه. واقعا او صحابی اونجا پاسخش فکر میکنم همینطور بود که من این سوره را زیاد دوست دارم. و حقیقتا و رسول صلی الله علیه و سلم مژده و بشارت
جنت رو به او صحابه میدن که کسی که سوره اخلاص دوست داره و در هر نماز میخوانه الله سبحانه و تعالی او دوست داره و جز محبوبان. و رسول صلی الله علیه وسلم المرء مع من احب، هر کس رو دوست داره او هم همون رو دوست داره. و ما از دو جمله جناب استاد بزرگوار واقعا لذت میبرم. یک جمله که جمله قرآنی هست و یک جمله احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم. این جمله که میگیم انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی خدا میریم. چه لذت داره رفتن به طرف خدا، رفتن به طرف لقای پروردگار. و حدیث رسول صلی الله علیه وسلم که میفرمایند من احب لقاء الله احب الله لقاءه. الله اکبر. کسی که لقای پروردگار رو دوست داره، کسی که لقای پروردگار رو دوست داره، الله هم لقای او را، ملاقات او را دوست داره. سبحان الله، چه نعمت عظیم و بزرگ. وقتی انسان در یک سفر میره، اگر بهترین دوست انسان به استقبال انسان میآیه، چقدر خوشحال میشه، چقدر خوشحال میشه. بناهن محبت به الله سبحانه و تعالی چنان لذت داره که یکی از عرفا میگه از زبان بلا کیف الله سبحانه و تعالی به شکل شعر میگه که در درگاه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. نه دیگه به درد نمیخوره. اگر بخوای دنبال قدرتمند بری که تا عزت بشی، دنبال ثروتمند بری عزت پیدا کنی، اینها دنبال خلاصه دروازه مخلوق در زدن کیف نداره و لذت هم نداره. در درگاه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح یا یک شب به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. الله اکبر. جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. تشکر جناب مولانا ناصر انصاری. بیننده های عزیز، وقت برنامه ما به پایان رسیده. امیدوار هستم که از صحبت های شیرین و جالب جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری در مورد محبت الله متعال در قرآن، که الله که ها را دوست دارد و که ها الله را دوست واقعی دارند و در حقیقت دوست دارند استفاده کرده باشید، بهره برده باشید. همه شما عزیزان را تا برنامه بعد به الله یکتا و یگانه میسپاریم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.